ماجرای رسوایی و بی‌آبرویی این و اون پر میشه تو شبکه‌های مجازی و یک ارکستر سمفونی با شکوه راه میفته و این پیج و اون پیج و این صفحه و اون صفحه همه خبرن. ما هم که کله میکشیم ببینیم اینجا چه خبر بود، اینجا چه خبر بود، اینجا رو ببینیم، اونجا رو ببینیم. سلام، من راضیه هستم، همراه شما در کانال کتابخانه در مسیر. این که تازه مجازی بود. میدونی چی شده؟ یه همسایه داریم هر شب دارن این سگ و گربه با هم دعوا میکنن. دیشب یک چیزایی میگفت آدم شاخ در میاره. دخترش انقدر اینو دعوا کردن مشکل عصبی پیدا کرد. دیدی دختر چه خوشگله، خیلی دختر قشنگه، دیوونه شده انگار. پسره رفته با یه خانم 20 سال از خودش بزرگتر، رفتن تو رابطه. خانم باردار شده، مامان بابا فهمیدن چه آبروریزی را انداختن. کبرا خانومو میدونی سر کوچه پسرش عروسیش بود هفته پیش، اما نرفت که عروسیشو به هم زد، عاشق خواهر نامزدش شده. خبر و خبر و خبر و خبر، یه وقت جا نمونیم از این خبرها. سرک بکشیم ببینیم چه خبره. تازه ما هم اظهار نظر میکنیم، نظر خودمون رو میگیم، ما صاحب نظریم. ما دوست داریم کلن از مشکلات مردم سر در بیاریم، حال خوبی میده بهمون. چرا؟ از مشکلات خودمون کم میکنه. فلانی رو دیدی، خب اینم مشکل داره، خب خیلی حس خوبیه. دومیش اینه که هیجان بهمون میده. از این میبریم، از کبرا میبریم سغرا میبریم شهین مهین، لیلا، تقی رقی علی، همینجوری میپیچه و هیجان و یک سمفونی بزرگ رو انداختیم و داریم نظر میبریم. هیجان داره. سومی هم اینه که وقتی شهین میاد واسه ما تعریف میکنه مسائل زندگیش، چقدر مهم و بزرگ و رازداریم که نیستیم. چهارمیش هم که شاید کمک کردیم. وارد شدن توی این مسائل و مشکلات تنها کاری که میکنه مغز و افکار ما رو میپره. ما دیگه نمیتونیم به زندگی خودمون فکر کنیم. دقیقاً شبیه دست اندازان. وارد شدن توی زندگی و تو مشکلات مردم، خارج شدن از چارچوب‌ها و قوانین و زندگی خودمونه. مغزمون پریده. وقتی میریم به مشکل شهین خانم فکر میکنیم یادمون میره. خب یادم رفته که الان من باید برم فلان صفحه کتابو بخونم. یادم میره کتاب بخونیم. جای اینکه بریم مشکل شهین خانم ببینیم که با شوهرش دعوا کنه، ما که نمیتونیم هیچ کاری برای شهین خانم بکنیم. برای من این خانم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چه کاری از دست من برمیاد؟ اون با شوهرش مشکل داره، من چه کاری میتونم براش بکنم؟ هیچ کاری براش نمیتونم بکنم. جایی که وقت بذارم برام ببینم این چی کار میکنه، اون چی کار میکنه، کارش چیه، مشکلش چیه، به زندگی خودم برسم. یه فنجون قهوه بخورم، کتابی بخونم، بیرون برم، راه برم، قدم بزنم، پیاده روی کنم. این همه کاره. واسه چی سرمو بدم که فلان بازیگر چی شد، فلان کس چی گفت، این چی گفت، اون چی گفت. یه موزیک خوشگل بذاریم در گوشمون و راه بریم. حداقل کاری که میشه بکنیم. هی بشینیم ببینیم این چی شد، اون چی شد، همینجوری هی نگاه میکنیم ببینیم چه خبره. فصل 13 کتاب فهرست کارهای انجام ندادنی آقای رالف دوبلی میگه درگیر ماجراهای بقیه نشوید. اینم 13مین کاریه که تو فهرست کارهای انجام ندادنیمون باید بذاریم. ما که نباید درگیر مشکلات بقیه بشیم. یه داستان دیگه ای اومده گفته، میگه مشکلات خودشو آخرین سطرشو براتون همینجوری از رو میخونم. میگه اما مهمتر از همه هیچ وقت به دیگران بهانه‌ای برای دخالت در زندگی شخصی خودتان ندهید. حد و مرزهای آشکاری بگذارید و مشکلاتتون رو پشت درهای بسته خونتون حل کنید. نمایشی سه‌پرده‌ای با چند بازیگر زودتر از یک اپرای حماسی تمام می شود. اگر از این فصلم خوشتون اومد، از این مطالب خوشتون میاد، کانال منو سابسکرایب کنید. نظراتتون رو راجع به این مسئله برام کامنت کنید. لایک هم که یادتون نره. مرسی که تا اینجا همراه من بودید.